سلام علیکم بیننده عزیز و سلام علیکم دوستان مخلصان عزیز. من امروز آمده ما به رستوران ظفر برای تبریک کردن مادر مهربان صناعت خاله. امروز یک جهان لحظه های خرسندی و فراغتی را، آن لحظه های به حد به شما را پیشکش شما میکنیم. امروز تبریک کنی آمدیم از نام فرزندان و از نام خواهر راه دورشان، از نام زلخمارایتی که یکی از مخلصان بهترین ما هستند و از نام البته سویگویتی تبریک میکنیم. با خوشت با شبکه شهرنامه. مادرم اشک مریز جانم به قربانی تو است، جان من قربان آن دستان لرزانی تو است. میروم سوی غریبی مادرم غمگین مشو، در غریبی یاد من دایم به فرمانی تو است. سلام اینکه زندگی از تجلد زیباست، سلام اینکه سکوت از سکوت کوكب هاست، سلام اینکه نوای از نوای باران هاست. سلام و درود میرسانیم. السلام علیکم میگویم به هر یکی بانوان سمرقند زمین و مهمانان عزیز صناعت خاله. هر یکی شما را به امروز زادروزی مادر مهربان، مادر غمخوار و مونیز، عزیز قلب ها خیر مقدم خوش آمدن میگویم. قدم های شمایان را نور دیدن تاج بر سر میکنیم. عزیزان ما امروز آمدیم برای تبریک کردن صناعت خاله. البته میخواستم یک قرصکی بخوان زنیم صناعت خاله را به نظر ما تکلیف میکنیم. برنامه السلام علیکم. خاله جان عزیز نزدیکتر سیم کنید. امروز زادروزتان مبارک، مولود خجسته‌تان را صمیمانه تبریک میگوییم. امروز فهمیدیم که نه 26 سالمی، 96 سالمی یا که 16 سالمی، امروز روز خرسندیتان، بزمی جمشیدیتان را صمیمانه تبریک میگوییم. امروز شما را تبریک کنی آمدیم از نام 5 فرزند نازنین، از نام رحمت الله تا، اکرامت، الهامت، زیاد الله تا، از نام صاحبایتی، از نام تمام امروزه نزدیکان شما را تبریک میگوییم. و از نام خواهر نازنینتان که در خارجه هستند، از نام زلخمار خاله صمیمانه تبریک میگوییم. گفتند که خواهر نازنین من و جان برابر من، در چهره او من چهره مادرم را میبینم، در دیدار او من دیدار پدرم را، همان گذشتگان را میبینم. خواهر نازنین من را تبریک گوییم. از نام زلخمارایتی زیاد تبریک میگوییم. امروز که ما در خارجه هستیم، در سفر هستیم، امکانش نیست که آمده نتانستم. اگر امکان میبود 10 دقیقه باشد هم، نیم ساعت هم آمده من خواهر نازنینم را تبریک میکردم. در این روز خرسندیش صمیمانه آغوش میکردم، از آن بوی مشک عنبریش سیر میشدم و بعد از آن تبریک میکردم. برای خواهر نازنینم رسانید که اینقدر دوست میدارم و اینقدر یاد کردم. میخواستم که در دنیا پیش از همه سلامتی بوده است. میخواستم سلامت باشد، هیچ وقت خسته نباشد، حضور و حلاوت فرزند و نبیرهاش را دیده گردد و دولت پیری را بیند تسل شود. و برایشان رسانید که 2 دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیداری گسیل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض و روزگارم خواهر. در دیده ای من محبت این دنیاست، من یاد تو را و دیده دارم خواهر. امروز مادر مهربان صناعت خاله، امروز که روزی خرسندیتان است، از نام زلخمارایتی بار دیگر تبریک میگوییم. و برای ما گفتند که رسانید خواهر من خودش گل ثبت خاندانی من است، گل نایابی، گل خوشبوی من است. برایش یک گل را آماده کنید که هیچ وقت خزان نگردد. مانند همین دستگل زیبا فقط شکوفا شوند و در این روزهای خرسندی تبریک گوییم. گفتند تا قرصک زنیم از نام زلخمار خاله، گل‌های زیبا برای شما مبارک باشد.
البته امروز که روز خورسندی است، روز خوشبختی است. در این خیلی روزهای خورسندی گفتم که به نزد مادرم نیز سعادت‌آیتی را تکلیف کنید. امروز باز یک بزم زیباست، بزم خورسندی است. در روز زادروزشان یک توفه های ارزنده و زیبنده را که اینقدر مهنت و زحمت کشیدن و ارزند مادری مهربانی من، برایشان آن توفه ها را آماده کردیم. یک تا خرسک می‌زنیم، توفه ها را می‌سپارم. همراهی صاحبایتی من طول یک سال باز هم صحبت هستیم، چندین بار هم صحبت میشویم. همه انسان که به سفر براید، به مسافرت براید، اگر به قدر و قیمت نزدیکان باز دو چند سه چند مراتب زیاد میرسید است. حاضر تا آمدن من چند روز باز ما تیاری میبینیم همراهی صاحبایتی که این بزم زیبا رو با یک کیفیت اعلی میگذارانیم، با یک تنتنه شکوهی ادامه میگذارانیم. امروز روز خورسندی مادرم هست و البته هر باره که من در این خیلی روزهای خورسندی از مادرم دور باشم، اگر از قلبم یک حسی ناعیانی میگذرد و برای مادری مهربانم رساند که در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم، در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش ها این دستانی تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمانی تو را امروز، دلم خواهد دعایت را، دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بالی پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده ای بر راه ها ای دور بر سفرها، سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. دلم خواهد دعایت را. مادر مهربان حاضر از نام صاحبایتی نیت های نیک را برای شما می‌رسانیم. صاحبایتی گفتند که مادری من برای من هستیم هستند، مادری من برای من تاج سر طلایی من هستند. من که در مسافرت میگردم دلم پر است که از امید جان من، از عائله من، مادری من همیشه با خبر هستند. مادری من هستند که من از هیچ کس کم نیستم، از در روی دنیا از همه انسانی بای هستم. در کدام روی دنیا باشم هم برای من دعاگویم مادری مهربانی من فقط دعا میکنم که راهی ما شاده است، راهی ما فقط از پس نیکی خوشبختی میگردد. امروز امید جان من، فرزند اصیل من، یک برای آن جانشان شعر و ترانه ها تیار کردند. در پیش مهمانان، در پیش امروز دوستان و نزدیکان نیت‌هایشان را شنوید و البته آنها را نیز به ضرورت‌های تعریف مهر سازید. گفتند مرحمت امید جان تبریک میکنیم آن جانشان از نام خودتان، از نام مادر جانشان. مرحمت آنا جان، تبریک میکنم در زندگیتان کدی صد بدارید، چی نیتتان باشد نیتتان برسید، نیتتان برسید سرانش رگرده، چی نیتتان باشد نیتتان برسید. مبارک باشد. تا خرسک زنه برای امید جان مبارک باشد. بگذار
سلامت خورا هم خیلی رسوی خورسندی ببینیم. انمی امید جانم توی نکاهیش به برآمدن در چمیلیقش برآمدن نیت‌های نیک کنید و الان اون وقت باید جوان و برنادیلش را گشتن گیرید. حاضر یک گردنمانه طلا از نام امید جان بوده است. چخیلی که امید جان آن جانشون رو نقض میدیده نه؟ حاضر در نزد شمایان در گواهی شمایان به آن جانشون میسپارند تقدیم میکنند و هر یک ذره زیور دنیا مادران ما میارزند. مبارک باشد. مهمانان عزیز از هر یکی شما عذر خواستم در اینجا که صاحبایتی برای ما گفتنی های خود را نیت های خود را روان کردند. گفتند که در آغازش عمر مادرم دو چند دراز شود که دوام باقی مانده عمر پدرم را بینند. پدرم روحشان شاد آخرتشان آباد باشد و برای پدرم که شاد روان هستند خواستم این شعر را از نام صاحبایتی از نام فرزندانشان برای شمایان رسانم. ای پدر جانی عزیزم کردی از عالم سفر، سایه بودی بر سرم همچون درختی پرثمر. با دعای خیر و یادت میکنم شام و سحر، نزد خلاق جهان باشی همیشه معتبر. البته خداوند عزیز روح و ارواح گذشتگان را شاد کند. از نام صاحبایتی بحری مادر مهربان، ای خدایا تکیه‌گاه هم مادرم را زنده دار، زیب گلزاری حیاتم مدام پاینده دار. سروی یکتای گلستانم مادرم است، سایبان شادی و غم در حیاتم مادرم است. مادری مهربان بزم امروزه مولود خجسته‌تان را زادروزتان را صمیمانه مبارکباد میگویم. در اینجا از نام فرزندان خواهرتان شادروان در اینجا جگرگوشه هایتان میخواهند تبریک گویند. الفادمک را به صحنه تکلیف میکنیم. میخواستیم نیت های نغز و نیکشان را شنویم. پس از آن باز خواهرهای نک را میشنویم. مرحبا. هزاران تشکرهای برزیاد. مادرم داد جوانی رو به من، بخت و طالع شادمانی رو به من. خود گرفتی قبضه موی سفید با همین یک دنیا با امید. آره عزیزان، نخستی بار به هر یکی شمایان سلامی گرم و جوشانی خود را گفتم. به هر یکی شمایان تنی صحت و خاطری جمع عمری دراز و رزق فراخ آرزو دارم. از نام ترسونوف ها، آینه تلان ترسونوف ها میخواستم یک توفه ناارزنده باشد بر مادر خود، بر عمه خود دیم. اما جان توی نبیرت بین، توی عبیرت بین، 100 ساله عمری شیرین بادا حلاوت آمین. رحمت مبارک باشد. زادروز رو مبارک باد بگیم. مبارک باشد. البته امروز ارزنده است آغوش کردن بوسیدن مجانی مهربان را. در اینجا در سر یک دسترخوان پر از ناز و نعمت یک قطار دوستان، نزدیکان، خویشان، دوگانه ها نیز هستند. ما میخواستیم روی صحنه خالیدایتی را تکلیف کنیم. مرحمت خالیدایتی شما را به صحنه تکلیف میکنیم. نیت های نغز و نیک شما را در این خیر روزهای خرسندی میشنویم. امروز ارزنده است سخنهای نیک را شنیدن. مرحمت. دوستان عزیز، شما آمدید و این رنگمنام از آدریزشون رنگمنام جون الهیم صد بدارید. سری صاحبای با سری بچه کتون به هم میکشون با سری نوری کتون با سوامل کردید. چی آرزو میزید کتون باشد یا کتون برزید. سری امید جون با سری صاحبای با سری همون با الهیم سوامل کردید. الهیم صد بدارید. آدریزتون مبارک باشد. دکتر توفشو هم هست. این ارزنده ما را از نام زرنگار از اسرائیل قبول میکنید. رنگمنام جون همین Стрелки крутится все быстрее, стали звезды на год взрослее. مرحبا گروه خانه از این طرفی میجان میستیم. شروع تبریک میکنیم. مرحبا. السلام علیکم
عزیز مهمانا آنا جان مش روز تولدتون مبارک باشد ساعت بدرید آنا جان ساعت بخار بده وقتمون بود ساق باشد خوش آنا جان رحمت مبارک باشد اشکی شادی هستید اشکی خرسندی است مبارک باشد البته در این روز خرسندی در این خیلی روزهای خوشبختی ارزنده است شیرینی را بریدن حاضر خاله جان عزیز همراهی امید جان هر دوی ما نیت کرده و نزدیکان را به اطرافتان جیغ زده شیرینی آوردیم برای شما یک تارت بسیار هم با لذت را از کمپانی از آن قصری اویستا آوردیم برای شما البته یک جایم میبریم از آن شیرینی هم جای تناول میکنیم میخواستیم دقت شما را جمع کنیم در اینجا 69.96 کردیم چرا که نیت کردیم بگذار علمی خاله جان عزیز ما صناعت خاله 96 ساله شوید 100 ساله شوید 120 سالگی تا با انم خیلی رستوران کلانی سمرقند آمده شما انم خیلی تبریک کنیم کارت از اینم کلانش که آمده شما تبریک کردن نصیب کنند مرحمت نزدیکتر میبیاییم یک جایی هم میبریم مرحمت حاضر با ما رساندن که در اینجا تارت دوتا بوده است خیلی باید تارت هم اینجا می دویم تارت هم تیار باشد اگر یک جایی هم میبریم اگر که تا تیار شدن ما نیت های نغز و نیک را میخواستیم شنویم که در اینجا زنهای فعال زنهای زیبای سمرقند زمین حضور دارند میخواستیم نیت های آنها را یک تا شنویم مرحمت و نزدشان نزدیکتر میرویم شتان برای شما امروزه بزم زیبا مبارک باشد از زمان تمام امروزه مادران که در دور سویتی امروز جشن مردان هستند امروزه مردان را تبریک میکنیم تمام این مردهای امروزه بزم زیبا را در این روزتان تبریک میگیم حتی قسم زنیم برای مردان امروزه روزشان مبارک باشد البته یک نیت‌های نغز و نیک را میشنویم بر مخالای زیبای ما نیت تبریک سر کنیم السلام علیکم مهمانان عزیز خواهران دوگانه‌های مهربان مردکای مهربان امروز پرزنیکاتون حسین جان اولا از نام خودم تبریک میکنم برای روز اول bayram همیشه شتگی همه کتون شما دتون نوری میده تاجیکستان من دوگانم رو از نام خودم از نام همسیفم از تحت دل تبریک و تنهتون میگویم و دوگانه عزیزم صحت و سلامتی عمر دراز و میخواهم که حضور نیبره ایوره چبرا ببینیم ناگیم در دلکتون چه آرزو داره آرزوکتون به ایلام برسه همه کتون خوش آمده و دقتتون هزاران امروز روز خرسندی مبارک گفتن که در اینجا خواهر از عروس هم هستن اما جانی خاندانی ما یک تا یک نیت‌های نغزشان را شنویم کنیم مرحبا السلام علیکم مهمانان محترم من امروز روزی یانگاملون صنعت دست ما از نومی اهلی اولادی توهم یانگاملون تبریک مبارک میکنیم به این کس عمری دراز رزق فراز می‌طلبیم الهیم حضور فرزندانشون کنن صاحبه هم که رای دور به خدمت کرده استاده است الهیم سال و سلامت آمده چی آرزوی نیتاش باشد آرزو حوثش برسد یانگاملون سری همه بس سرایبان شده
شاهوی خاندانشان شده حضوری فرزندانشان بینن الهیم گرد و پیششان به حاضر نیوراشان بسیار نین بر نبیره و ابیره هاشون زیاد شده همه وقت خاندانشان مثل من همین روزه توی خانه و مراد خانه شود گفته ما از خدای تعالی و این کس باز عمر دراز رزقی فراز بطلبیم رحمت به دقتتون خیش رقص که دیم بچه السلام علیکم مهمانان عزیز مهمانان گرامی من یانگام زنی اماقم کلون موزی یک دقیقه مونده این کار یک دقیقه بودن لون صد بدارید یانگام 120 بدارید خدا خواهد همه همخین شینه بزرگ بچه کوی بزرگ نیوری کوی سایبان کی نیت که بشد نیتش برسد که میام سر و هم شو هم نیتش برسد گیرکان خودتون نقش نیتون رحمت سلامت باشد مرحبا زمیرویتی مرحبا چون خیلی بیاد رزی خورسندی ها مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز مهمانان عزیز و گرامی من امروز اون روزی تولد یانگامنون زن اماقم جمع اومده میخواهیم که یانگامنون عمری دراز بینن صحت سلامت گردن صدها بدارن حضور فرزندای نیورهاشون بینن و تشکیلات این کار دخترشون سایبایی بین عمری دراز میطلبیم چی که نیت که باشد نیتش عمل باشد رحمت سلامت باشد وضعیت شیرینی همچنین مرحبا امید جان شما دیدید شیرینی هم میبریم مرحبا اما ما یک جویه دست ما بالای هم میگذاریم و میبریم شیرینی رو مرحبا در اینجا صناعت خانه گفتن که باز یک نزدیکترین ما خواهرک عزیزم دلبر خاله در اینجا مهمان هستند گفتند که شعرش که یک تا تبریک کند و همون شعرهای آهلیکیشان رو شنویم گفتند السلام علیکم مهمانان عزیز همه شمایان به درگاه من آیدی من خوش آمدیم من از نام خودم از نام اولاد کلون جمعه آیتیم را تبریک میکنم برای آیتیم من عمری درازی عمکهایم زندگی و برکت عمهایم را میخواستم حضوری فرزنداشان را بینم از نام صایبه که در راه دور است از نام من این 4 نفر فرزندانشان من گفتنی هستم بهاری به خزانی من توی مادر بهاری به خزانی من توی مادر جهانی به کناری من توی مادر در این دنیای بیمیری و نادانی است که بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر برای دقتتان رحمت
رحمت مبارک باشد. اکنون از مادران عزیز میپرسیم با راهبری مادر مهربان، با راهبری خالجان عزیزم صناعت خلا یک جای امروز تمام زنها مادران را برعکس تکلیف میکنیم. اکوی فیروزیان امروز در خدمت هستند. سرودهای شیخ را تیار کردگی ما آن لحظه ها را با تاریخ عکس میسازیم و همراه خود میبریم و البته پس از چند روزها تاریخ علمون تلویزیون یک جای همه یکدیگر را ببینیم. مرحمت سرودهای شیخ برای شما. مرحمت. بازی دعوت میکنیم. مرحمت همه شما نه رقص و دعوت میکنیم. مرحمت. شادم از غم به آزادم دم و دم و دم و غنیمت زندگی همه محبت دم و دم و دم و غنیمت زندگی همه محبت دوست دارم میگی میخندی در دلوی من میبندی دوست دارم میگی میخندی در دلوی من میبندی زندگی یعنی شب و خواسته دوست دارم میگی میخندی در دلوی من میبندی دوست دارم میگی میخندی در دلوی من میبندی شاد 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 شادم از غم آزادم شاد 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 شادم از غم آزادم دم و دم و دم غنیمت زندگی یعنی محبت دم و دم و دم غنیمت زندگی یعنی محبت دوست دارم میگی میخندی در دلوی من میبندی دوست دارم میگی میخندی در دلوی من میبندی
وظیفه‌دار هستیم مادر مهربان را از آمدن تا رفتن تبریک گوییم. مادر جان عزیز بزمتان مبارک، امروز مولودتان مبارک. هیچ وقت این دل زیبایتان، این دل برنایتان هیچ وقت خزان را نبیند. همیشه گل شکوفان باشد، زیبی خیلی بزم‌های زیبا باشد، حضور و حلاوت فرزند و همین نبیره ها را بینید. ساق سلامت صاحبایتی هم برگردید، صاحبایتی به نزد مادر مهربان همیشه در خدمت مادر باشید. فقط و فقط برای آن نفرانی که در مسافرت هستند می‌خواهیم ساق رفتن سلامت برگردن و در این خیلی بزم‌های زیبا آمده شمایان را نیز تبریک گوییم. حاضر تا آن دمه که رقصیدیم گفتند که از نام من حسین جان برای مادر مشفق من، برای مادر مونس و عزیزی من رسانید که با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم، موج موی‌های سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل، در غم من کوچه خندان خانه گریان مادرم. بنگری هر بار بر گوهره خالی من، یاد آری از من و رزق پریشان مادرم. هر باری که مادر من برای من هر چیز را آماده می‌کردند، برای من طعام‌های با لذت را تیار می‌کردند، مهنتی سیاه کردند، مهنتی حلال کردند، ما را به پای رساندند. رحمت برایشان. امروز بزمشان مبارک، روز خرسندیشان مبارک. امروز که روز خرسندی است گفتند که از چشمانشان اشک نریزانید، امروز فقط خرسند کنید، رقصند و خرسندی کنند. بزم امروز را فقط با خرسندی گذرانید گفتند. حاضر از اینجا برناخونه، از اینجا التماس شده است که برناخونه صحنه برآمده تبریک کنند و یک تا شرکت رقص و همه امروز مهمانای تکلیف کنند. حسین بایلش مرحمت شما تکلیف میکنیم. خدا تبریک کردیم تا پوز یک اولیگه دوگانه که عزیزم آواز نیست نه تبریک کردم که باید بوریگه تبریک میکنم. شما می ارزید 100 بار تبریک کردم باید الهی 100 ساله شدید. در دلتون چه آرزو داری آرزو کتون برسید دوگانه که عزیز از نامی من همینجا شده که همه ضعیفو تبریک میکنم شما یا الهی 100 ساله شدید. اگه یک موسیقی وزبین شود من خودم یکا برقص میبرم. راضی شما ضعیفو؟ البته چرا این خیلی زنی زیبا میرقصن کی نمیگفته باشه نه؟ هم جایی هم میرقصیم، تماشا میکنیم، استراحت میبریم، بزم امروز زنها دوام میدهیم تا آماده کردنی الهمون. تیار باشد. مرحمت. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک، شادی همه جهان مبارک. عالم همه در نظر چیزی باست،
چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. سالروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. سالروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟